به خاطر چی پروردگار تمام نوشیدنی و کشیدنی هایی که مست میکنند اون رو حرام اعلان کردگی هست؟ چرا پروردگار تمام نوشیدنی و کشیدنی هر چیزی که باشد وقتی که مست میکند پیون میکند به اصطلاح مردم یعنی به خود میکند اون رو حرام میگوید؟ به خاطر که دویم عقل فعال باشد، عقل فعال باشد. بله خمر میگوید، خمر به معنای خمار پرده بله عقل میپشاند. میشود انسان کارایی را میکند در اون حالت پیونی و مستیش 100 طلاق میگوید، بعد نشار میشود که خانهش رسوا کرده است، خانهش خراب کرده است. بعد دیگه میدود پیش ملا، اگه بابای ملا یک علاج که کی پیونی دمخلی گفتیم چیکار کنیم مالی دیگر. برای همین خداوند عزوجل یعنی خمر یا کی چیز هر نوشیدنی یا که هر کشیدنی که مست میکند حرامش گفته است، به خاطری که عقل دویم فعال باشد و انسان مسلمان از روی عقل فراستش کار کند. زیاده از 1,000,000 قرآن تاکید میکند که عقل رو استفاده نمیکنید، فکر نمیکنید، اندیشه نمیکنید، نمیآموزید، گذشته نمیآموزی، آینده چرا نمیسازی، چرا محنت نمیکنی؟